بعد مصنف گفتند که اقاربی یسیئون الیه، یا عنوان گذاشتن گفتن که خویشاوندانم به من بدی میکنند. یعنی این اصلا سوال به پیامبر صلی الله علیه و سلم شده بود. یک آدم گفت که یا رسول الله من به خویشاوندانم نیکی میکنم، اونها بر عوض نیکی من بدی میکنن. من علاقه را پیوست میکنم، اونها میکنن. من به اونها خیر میکنم، اونها به من دشمنی میکنن. من مهربانی میکنم، اونها نادانی میکنن. برای من این سوال اصلش از جانب یک صحابه و پیامبر صلی الله علیه و سلم داده شده بود. بعد مصنف الله حفظ کند گفتن که الاقارب لیسوا سواء فی الصله والموده والرحمه. خویشاوندا در دوستی و پیوست کردن علاقه در یک مرتبه نیستند. بعضی ها حقوقش بلندتر است از بعضی های دیگر. و صله الارحام عباده عظیمه لا تفعل لفعل الناس لها. پیوست کردن علاقه با خویشاوندان این یک عبادتی بزرگ است که برای آن خاطر اجرا کرده نمیشد که آنها هم پیوست شده ایستادند، آنها هم نیکی کردند، آنها هم به زیارت ما می آیند، در توی و خرسندی ما شریک هستند، در غم و مصیبت ما شریک هستند. گفته بر عوضی پیوستن آنها ما هم نمی پیوستیم، بلکه این عبادت است. ولو قطعوه بل المسلم واصل لرحمه ولو قطعوه. بلکه مسلمان باید علاقه را پیوست کنه اگرچه آنها کنند هم. ولا تترکوا لترک الارحام لها. علاقه خویشاوندی ترک کرده نمیشد به سبب آنکه آنها ترک کردند. خویشاوندانتون علاقه را با شما کندن، بنابراین شما هم، یعنی سبب نمیشد که شما هم کنید با آنها. این بهانه نمیشد، بلکه شما وظیفه دار است که آنها کنند هم شما پیوست کنید. یقول صلی الله علیه و سلم و انما تعبدا لله عز وجل. گفتن و این بلکه این عمل را به خاطر الله میکنن. اونها کندن برای خودشون، شما به خاطر الله و به خاطر دریافت اجر و ثواب، به خاطر رضایت الله تعالی پیوست کنید، نه به خاطر آنها که آنها کردن یا نکردن. یقول صلی الله علیه و سلم، پیامبر صلی الله علیه و سلم گفتن که لیس الواصل بالمکافئ ولکن الواصل من اذا قطعت رحمه وصله. رواه البخاری. این حدیث در صحیح بخاری است. گفتن که واصل یعنی آن آدمی که علاقه را پیوست کرده است، آن آدمی نیست که به مکافأه این کار را کند، به مکافات. یعنی که وقتی که شما پیوست کردید با یک عمکتان علاقه را، برای چی؟ به خاطر آنکه وای هم با شما علاقه را پیوست میکند، به شما نیکی میکند، فایدهش میرسد، شما هم با او علاقه را پیوست کردید. این واصل حساب نمیشه. واصل کی است؟ واصل آن آدمی که علاقه را پیوست کرده است، همون آدمی که من اذا قطعت، آن آدمی که علاقه کنده شود او پیوست میکنه. اونها کندن، شما پیوست کردید، انا همین آدم پیوست کننده علاقه خویشاوندی حساب میشه. و اقارب النبی صلی الله علیه و سلم المشرکون اذوه. خویشاوندان جناب رسول الله صلی الله علیه و سلم مشرک بودند، پیغمبر صلی الله علیه و سلم را اذیت دادند، اذیتا شدیدتا، اذیتی سخت دادند، مانند عمکشان ابو لهب. و مع ذلك کان یصلهم. با وجود این اگرچه مشرک بودند، در دیگر دین بودند، علاقه را پیوست میکردند. و یقول غیر ان لكم رحما سابلها ببلالها. من، یعنی شما به خویشاوندان شما گفتن که خویشاوندان من محبوب ترین آدم ها برای من نیستند، محبوب ترین آدم ها برای من دوستان الله است، لیکن من با خویشاوندانم علاقه خویشاوندی را پیوست میکنم. یعنی من به آن خاطر با آنها علاقه را پیوست میکنم که آنها خویشاوندان من هستند، با آنها لطف میکنم، با آنها مهربانی میکنم، با آنها علاقه را پیوست میکنم، نه به خاطر آنکه آنها محبوب ترین آدم ها به من هستند، چون که آنها مشرک بودند، به خاطر آنکه آنها خویشاوندان من هستند، برای همین من علاقه را پیوست میکنم. در صحیح مسلم الله عز وجل یقول مع محاربتهم له قل لا اسألك علیه اجرا الا الموده فی القربى. با وجود اینکه خویشاوندانشان با پیامبر صلی الله علیه و سلم دشمنی داشتند، گفتن که لا اسألکم اجرا، من به سبب اینکه با شما خویشاوندی را پیوست میکنم مکافات نمیخواهم بر عوضش، الا الموده فی القربى، فقط همین که حق خویشاوندی، دوستی و رابطه خویشاوندی را من می پیوستم. گفتم و اذا اساء الیک القریب فاحسن الیه. مصنف میگن که اگر خویشاوندانت به تو بدی کند، تو به آنها نیکی کن. و هذا هو الداء الشرعی و هذا هو الدواء الشرعی. و این دوای شرعی هست. یعنی این درد است وقتی که
شما به خویشاوندان نیکی کنید و آنها به شما بدی کنند، شما به آنها سلام میدهید، معامله نیک میکنید و آنها روی ترش میکنند. با بیگانگان علاقه خوب دارند، با خویشاوندان علاقه بد دارند. یعنی این یک درد است. دواش چی است؟ نیکی کردن گیرید با آنها. فالمسیء تقابل سیئته بالحسنه. آدمی که بدی میکند بر مقابل بدیش نیکی کردن گیرید. و فی هذا الصنیع علو و رفعت عند الله. در این کار مرتبه بنده در نزد الله تعالی بلند میگردد و عزه عند خلقه بالجام النفس عن قبائها. در نزد خلق هم عزت پیدا میکند به سبب آنکه نفسش را از کارهای قبیح لجام زده است. بله، وقتی که شما نیکی کنید و خویشاوندانتون بدی کند، یعنی بسیار وزنین است، غالبا انسان ها ترک میکنند. لیکن نفس خود را دارید، صبر کنید و نیکی کردن گیرید. یقول عز وجل، الله تعالی گفت که ادفع بالتي هي احسن السیئه، یعنی برای عوض بدی نیکی، به عوض بدی خویشاوندان نیکی عوض گردان. ولا يوفق لهذه الخله او الخله الا من ارخص نفسه في جنب الله. یعنی در این خلق موفق نمیشه، در این عملی بزرگ موفق نمیشه مگر هم آن آدمی که نفس خود را ارزان نرخ کرده است در جنب الله تعالی، در مقابل الله تعالی. یعنی بعضی انسان ها واقعا میگوید که من به او چی بدی کردم یا من چی کمی دارم که من خوبی میکردم و او به من بدی میکرده است، تو بعد علاقه رو میکنه. این عمل را وقتی که خویشاوندان بدی کنند و شما نیکی کنید و این بردوام شدن گیرد، از جانب شما نیکی، از جانب آنها بدی شدن گیرد، این عمل همون آدم در همین عمل موفق می شود که نفس خود را در برابر الله ارزان قدردانی کند. یعنی نفسش ارزان گیرد، یعنی برای خاطر الله تعالی، برای خاطر اطاعت الله تعالی این عمل را همان آدم اجرا میکند که قدر خودش در پیشگاه الله تعالی سبک داند. یعنی واقعا عمل شخصی موفق است. و ثمت خیر آخر من الاحسان الیهم مقابل اساءتهم و هو کظم الغیظ و ذلك من صفات اهل الجنه. این چنین یکی از عملهای نیکی بر مقابل بدی خویشاوندان این است که فرو بردن غضب. واقعا وقتی که شما نیکی کنید و اونها برای عوضش درشت جواب دهند، شما با چهره کشاد معامله کنید و آنها روی ترش کنند، غضب آدم می آید. لیکن فرو بردن غضب از صفاتهای اهل جنت است. الله تعالی که وسارعوا الی مغفرة من ربکم، به سوی مغفرت پروردگارتان شتاب کنید و جنت عرضها السماوات والارض اعدت للمتقین، با آن جنت شتاب کنید که برش وسیگی زمین ها و آسمان ها. اگر زمین و آسمان اگر همش جمع کنیم چقدر مسافه داشته باشد، بری جنت همان قدر است. درازش فقط الله تعالی میداند. همین جنت برای بنده های با تقوا ساخته شده است. شما با مغفرت الله تعالی و جنت الله تعالی شتاب کنید که این جنت برای متقی ها آماده شده است. متقی ها کی است؟ الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ. متقی ها آنهایی که در وقت تنگی و در وقت وسیگی خیر و سخاوت میکنند، هم در وقت داشتنشان هم در وقت نداشتنشان و قدر امکان خیر و سخاوت میکنند. والكاظمين الغيظ، غضب خود را فرو میبرند. غضب میبیاد، غضب فرو میبرند. یعنی طبق فرموده غضب عمل نمیکنند. والعافین عن الناس، بدی مردم عفو میکنند. اون به عوض نیکی شما بدی کرد، شما عفو میکنید، میبخشید. الله تعالی ثنا گفته است به این گونه آدم ها، الله یحب المحسنین. بعد الله تعالی گفت که الله تعالی دوست می‌دارد آنهایی که محسنین هستند، نیکوکار هستند. و فی مقابله اساءتهم بالاساءه هجر لعبادت صلت ذوی القربه. وقتی که اگر شما نیکی کنید و خویشاوندان بدی کند، بعد شما هم به بدی جواب دهید، در این حالت یک عبادت بزرگ از بین میرد، پیوست کردن علاقه از بین میرود. و تأجیج للقطیعه، برعکس قطیعه رحم، کندن علاقه خویشاوندی علنگه میگیرد. و وقوع فی حبائل الشیطان و شراکهی، یعنی انسان در این حالت به ریسمان شیطان و به شبکه شیطان واقع میشه، یعنی به دام شیطان میافتد. جاء رجل الى النبي صلی الله علیه وسلم فقال یا رسول الله ان لی قرابه. یا مرد به نزد رسول الله صلی الله علیه وسلم آمد و گفت یا رسول الله من خویشاوندای دارم، اسیلهم و یقطعوننی، من پیوست میکنم علاقه را، آنها میکنند. و احسن الیهم
و یسیئون الی. من نیکی میکنم اونا بدی میکنن. و احلم علیهم و یجهلون علی. من با آنها ملایمی میکنم اونها برای من بدی و دشمنی میکنن، نادانی میکنن. فقال صلی الله علیه و سلم، پیامبر صلی الله علیه و سلم گفتن که لئن کان کما تقول، اگر همین سخن راست باشد، چه خیلی که گفتی همین خیلی باشد واقعا. بعضی ها آمده واقعا را نقل میکنند لیکن کمتر واهمه میکند. اگر همون خویشاوندانش یا همون شخصی که از قفاش سخن کرده همیشه باشد، انکار میکند شاید سخنی. بنابراین پیامبر صلی الله علیه و سلم که لئن کان کما تقول، اگر همین خیلی که گفتی همین خیلی باشد حادثه، فکأنما تصفهم المله، گویا که تو به دهان آنها خاکستری گرم میدی. بعضی گفتن لخچه. خاکستری گرم از لخچه خالی نیست، لخچه هم دارد. یعنی گویا که تو اگر همین سخن درست شد به آنها لخچه یا آتش گرم، خاکستری گرم خورانیده استاده. خوردن خاکستری گرم این عذاب است. یعنی این یک تشبیه عذاب آخرتشان، یعنی که گویا که عذاب علم آور آنها را منتظر است در آخرت. اگر کسی که خویشاوندانش به او نیکی کند، او به عوض نیکی آنها بدی کند. ولا یزال معک من الله ظهیر علیهم ما دمت علی ذلک. همیشه از جانب الله تعالی به تو نصرت است، یاردم دهنده است، مادامی که در همین عمل بردوام باشی. همیشه الله تعالی در یاری تو است اگر تو همین گونه باشی. رواه مسلم. این روایتی مسلم است. الله اعلم و صلی الله و سلم علی نبینا محمد و علی آله و صحبه اجمعین.